مدام روزی که شکونا بیار دو باله بوم اول که اینجا میاد رو فوق میکنم سعی کنم خدا کنم نفروخته باشم اونو آنه گردن ما بند باشه دست شما درد نکنه نه خوب شد نفروخته اینا آنی هم کش اینا که به درد من نمیخوری که شو برام از بکلون تره آنی کش خوش دارم کش پیدا کردم باشه شما رو میبردم هم بگی بخور وای 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 تو کجا بری که با تو بیایی سر بکس من بشکن یک لحظه بری من مطگه غریبه خینکنده داره و داره یعنی به قیمی خرج خواه کردی کنه نیکنی بقیمی من مطگه خینکنده داره و داره که میشو خونه اگشنگی دموری خود من مطگه غریبه داره و داره که میشو خونه اگشنگی دموری میره کاش کمی دهتا مرغ میبرد فقط یه هدف سر این پیلادش کن پیلاد بیایی برداره بره سر بس که باش کنه برداره بره پیلاد ای خدا جو ای خدا جو ایتر داره و داره شدم داره شدم یک رگلی به پولا کم نیه چی گفت من تکه چی فایده کنه گریه کنی یا نکنی این همه دست تو زد میشه تو بگو شویستاد نرو شویستاد نرو تو شویستاد چی فهمیدم کمی تا آدم پیدا میشه میره زندگی ما در بشن کسو زندگی ما ببردم همه ببردم یک رگلی به پولا کم نیه بابا نه بابا رفتا خواهی وست کردم یه رقم باید که وست کنه من اینجا بمین خون گومتونه که پای میزنی رو بکنم زن و مادر تو گفت شویستاد نرو به جایی شویستاد نرو خونه زندگی یالا نکنی کی الهی بخیر خوشی به بیغمی و خوشحالی به پولار خرج کنی تو فهمیدی؟ چکار کنه؟ خرج نکنه بیغمی بیغمی خرج نکنه پوله شاره بابا من دوست نفری میکنه با شما دعا میکنیم من نفری میکنم تو دعا میکنی وقتی او اشته دعا میکنی نانه ممدام نمیکنی نانه شو وقتی اختلاط نکنه وقتی باری بگردی اینجا که چی فایده ولی کجا بگردی؟ کجا بگردی؟ چه کار کنم ولی؟ بابا همون بیشتر کار گنده کردیم که ما همیشه برفتم چی کردی؟ لنگه کی؟ لنگه چی کردی؟ لنگه؟ آله همین کاج کنه بابا که بیدیده این مگه همسایه کاش پیدا کنه ایلا بابا خیال میکنی به تله که کاش خار مرده شما بکشی بابا
نانه کمی دیگه بیاره که تکمش بشینو نانی الان کدوم دستی بابا نانه به تکمش بشینو که مردم به این با پا خون نانی نمیکنن دل بخونه بیشتر از اینه که باشه، بله، باشه. کجا بره بس برگه سایه که بعد پیدا کن جو بله بابا بگیری دست بره بابا تو بفتادم بگی بله نانه جوان دیگه بارو کنیم افتاره تو گلغم شکم خورده خب من گوشه روزه در اومد سکه خورگون کنه دم زن چی میخواد چی میگی بله خودی پوش کردی دستی بلند ما صبر کنی شما من اینجا کار دارم چی کار؟ انا دیوانه شو مفتك شما یک دقیقه به سکر خود بگذارید تاشین برا چی کار داری تو؟ تاشین شما ملنگ خوربیری کنه ملنگ خوربیری کنین آره ايش بيفرش؟ همین کاش کنیم ماما ماما ملنگ ملنگ خو کنین میفرشی؟ ها میفرشی؟ نه برا اینا کلونه باز هم با بیار شاد باشه نه بابا او کلنگ دیگه پاپا شما کلونه او برار اینا کفشاب دوست اینا بیامده به تحصیلام البته پیار شما این کار کردم پیانو تو کجا هستی ما از او بعد بیام تو یه بیشتر از اون غلط حالا شما میگین نه هم قطمه نیاد به پاپای پیار نمیشه بگو تا میفرشی برام بیامده دوست بیامده به تحصیل 1 لک پیشکش داده میدون دوماد من به پیار من بفهمیدی پولار بجونده لنگ کفشی به تا بلار بمونده همی افتی پیشتر شوجمی پیشتر انال ما برات لنگ میگردی کمی لنگ اسکینه چی بفهمی گردن شما بند باشی لنگ شما میای نه ما ایت کوشو نداریم سه کوشو ما اینه خوبه ما اگه میتر لنگ هم رنگ لنگ کفش دیدیم همیت مرتکت بیای با ما بگیم işte دوست بیاق نمیده که لنگ کوشو بخشته میده گفت نه برده بلاره ما چه میفهم دیگه ما بمونده به تا بلار به من مونده میدونم مثل که برای مثلا میبینیم انا مثلا چینگ کوچیکتن انا می ده سلام منم اسمم گله که ولاد مدرمه بفهمیدین اگه لنگ پیدا کردیم مرتکل بیاریم برای شما یک پیاله یا یک کاسه گلوتری شیرینی میدیم اگه دیدم با تو دو کاسه گلوتریش میارم دو سرم خودی و نه تو میارم تشکر نه برای خیلی بینی تشکر بشه ما این سکن شما تلک بگذ بشه با تارو نشی یک گوشه برو بشی برو صاحب لنگ میجه انال برای رو مثلا کنی مثل شما میتونه قدم بیاقل مثل که به پیش به صاحب لنگ میشه مثلا میجه پیش به شما نگستی اگه تو ماد نقل بگو متکا اگه دوست کنه مثل که پیش تو تو ببینی که میفهمه تو دوزی کنی مثل بیش سن نباشی میره خوش آمده سلام علیکم لالا بیاین یک دقیقه بیاین شما بیاین برارم بیاین بیاین دیگه راه فقط میگین نون پخته بشیم برا سلام علیکم سلام علیکم ماندن نباشیم برو اینجا استاشیم چه کار میکنی؟ دیوانه شدی تو این از اون پایه از اون پایه این پاکو میکنه شما چه دیری میکنی؟ برای همین لینک ما امکان کنه جامعه پاکو کنه دیگه چرا با پاک نمیده چه کار میکنی تو؟ بابا همین لینک خوی بیلی کنی شما آره این با پاکو کنه برا این با فاهم کلونه کلونه؟ چند کلونه چند جوری؟ این با فاهم کلونه این خیلی آه چه کاره؟ چه کاره؟ مردم نیستی کنی براجه سکن این چند متر پا شما کلون تره این 50 سنتی 50 سنتی قیافه شما 50 سنتی نمیخوره برار گم کنه لنگ که شما بده برن که شما بداره
بریم اینجا بردن کشم. عجب آدمی به خدا. اگر اینجا نمیشه برم جا دیگه اینجا ما شکل آب کنن نمیتونه. اگر برم از کسی چیزی اینجا هرچی میام از پایین و کلانتره. برم هم قطع پا کلش لنگ پیدا کنم من. دکنم. علمی سرگردنه علمی گو بسته کن که خزیر بر بیایم این لنگ به لنگا کوشای با پایینا بخوره کچشه و بلکن پیدا شد بیایم من اینو پریشون علخون میخواله بیام ده. سلام خاله جانم اینجا یک دقیقه اینجا بسته که نامحرمیم شما چی داری خاله جان؟ خاطر سلام هم نشنیم خاله جان نامحرمیم خاله جان ببخشیم دیگه این مسئله زور و زهر نیه همین کوشو با پا خو کنیم چری؟ با خاطر از که من میگم که می کوش شما مونده باشه میشه شما یک دمی بیام داشتیم همین پولا دوماد ما کجیر که بیا ورده پیشکش داده به دادیم بدادم یکی به عباس دادم یکی به چیز دادم به کجیر فهمیدیم انا چیزه همین کوش چون کی مثلا پیشکش که بیا وردم که پیشکش بیا وردم انا بیا آمدم چون دوست بیا آمده برفته پولا یک لک حتی بس که ما وردشته انا منطقه نمیدیم انا برای تا بلار لنگی و تا بلار بابان مونده حالا ما گفتم فکر کنه که این لنگ کش به لنگ کش شما میخوره یا نمیخوره به هم ایتا چیز ارتفاعات فکری داره یا نداره میر بپیشین تو اصلا میشنسی که مکینو؟ کینی؟ من خاله مادر قوسدینو. نه سلام علیکم سلام قوسدین گدیل کجا که خاله؟ داره گدی خدا رو همینجیه. زنده باشیم دیگه شما خیر باشه گپین من پولا شما جوندم. بله یا بیلای خیر نبینم. شما خیر نبینیم کی خیر نبینه؟ شما من خیر نبینم. دیگه چرا ماما میگین خیر نبینی من طور نگفتم یعنی میگم کسایی که پولا جوندم. آها اونا میگه یا خوش آمدین خاله جان تیشی عجیب است تیشی چیکار کنی این کشته چی این خاله مدر قوسه دین گفت گیلا که به نظرم آها چوکیدار بدی تو دیشب یعنی رخشویی به جمع تو بود گیلا چهارخرک و به ازم نبودی روی کنی پیشی تاریخ الله سلام علیکم من دارم باشیم تو بگیرم این لنگ بلنگ خوکو همه لنگ بلنگ خوکو کوش استندی همه لنگ بلنگ خوکو بیشتر لنگ بلنگ خوکو لنگ دگه از گیلا من به ایت کوش هم نداشتم خیر بینی گیلک جو ای با پا من نمیشه گیلا چاره شماره 22 41 از ما شماره پا 52 چنده 52 این 41 دروغ نگیرم از اون که تو بیامده بشی لکه ببرده بشی چی؟ با خدا تو چلاق بکنم اگه لنگ گپ زدن خوب فهم تو ایشتا این چی میفهمی چیه این مرتکه بیامده پولا نانیمه پولا نلگه نانیمه پولا دختر نانیمه که دادیم باشه فشکش کجیر بدلی بیدد با بابا ما اینا بتا بس که ما بیدد همین بیاغلی نانیمه بکرده بیدد که سر بس که غلف کرده منطال به زنجیر بسته نکرده بیدد بیامده دوز وردشت لکه ببرده برفته بتا بیلار این لنگ بتا بیلار بمونده آها پیار تو بو گفته پولا اولا گم شده خونه دل مخون شد گیلک اولا یک لک پول همزی شرایط کمی گردانه بند باشه حالا ما گفتم این لنگ به پا مردم کنم که ببینن سیکل یه اسکیل با پا هر کس بشه دوست زمانونه یعنی ایتا که تو میگی این لنگ کش بالا شما یک لک بفتاده ده یه هری شیر بود هر آدم دیونه
دور از سر تو باشه زنده باشی برادر من. نه کتیار کال بیوشی بیگوش به سر این پل مفتکو نه بلدزر بیاره چرا میگی بیشتر شد دکتر؟ تو دگه ای تکه هست که گیل لک سر کله هم از این بیشتر بوی میده نه بابا بوی از 2 هفته جا تو خیلی به کسی بده نفهم حتی که من سهری آور نمیخوام کسی کو بینی نمیخورم من نفهم. خنک میخورم من نفهم. این با کسی من گاهی وقت من میگم البته این چیز به تحصیل همسایه میگم البته چه شده آخ هیچ به چله تمیز همی چپن و برتونه گیل لک میگم اصابت نمیکنه نه منتها یک چیز دیگه گیل لک خو که صاحب کوش کوشش کو که پیدا کنی آه نه گفته به شهر برو بفهمیدیم به کجا برو؟ به شهر مثلا به دروازه خوش دروازه قندار اینا که بری اگه به دکونا ببینی که لکته و اثر از که صاحب دکون دوز میگیری نه بابا یک لگ به در بخوش کن به در بخوش برو تو از این دار دنیا دیگه خود خوش آدمی لنگ کوشی ببینی چرا مگه میفهم که بوی میده که کمیته به سایه که بیرو میفهم که بوی میده بی تاثیر شده به تو بی تاثیر شده دلجم باش اقدام دیلا اینجا خیلی نشه برادرم وقتی برو علده به پرسجو باشه پرسجو پولاد هم ایده خط میشه راست میگه خیلی تشکر باشه که من چرا شناسی میکنی خیلی بینی خیلی خوشی که ما دل جمع کردی از پولا تو را زیباتر از دنیا ببینم جان سلام علیکم. خدا سلام خوبی چیال که احوال؟ سلامتی خیلی بخیر بخیر. جان کجا رو سلامتی. بخیری دیگه پای قرار قیدی خدا رو شکر دم غنیمت روزگار میگذره دیگه الهی شکر بیت شاد و خندانی که یک تک از طرف میای خوندن کرده دنیا بر رقم بگیریم برارم تیر میشه اگه به غم بگیریم به غم تیر میشه به شدی بگیریم به شدی تیر میشه چه کار کنیم دیگه خدایی نوش جان تو کجی زنده باشید دعای من شاد و خرمی چه کار کنیم دیگه هم یک سوال داشتم از تو کجی جان بفرمایید من به خدمت به گمانم که همین مادر تو پولا را ته دل به خسر تو نداده بود به پیشکش می پولا پیشکشه چی بگو یا تعدیل بوده یا رو دل بوده گردانم بر باشه دادن که میدادم الاخیر بر رقمی بود پولام نصیب خسر من نبود خسر من اینا گردانم بر باشم خسر من و خوشی من همیت راست و حقیقت بگم آدم ها کلونی هم هستن خوب نیه گپ بگم خیلی عقل کمال بود اینا دارم همینا که ببردم بدادم به دستم اینا نکردم به جهاز نمیگذارم اینا رو خدا میدونه به طبعت کردن چی گلیلی چه قدشتم چی دوزم بیا و ده قراری کرده پولا رو بردش در آخو بگرفته به در شده مثل که دمه که می دوز ما سسته را بیروشه میگی لکه بدیده قراری کرده ای هم هرچی بفلیده ای بری ندیده و خوخ بنیخته و تبله دوزار دمی هم که به خیال و مست بدن شد تبله بیلر بقید گفته دو به پی بیله اینا هم دیگه سرنخی اقعدی پیدا نکردم مدامی لینگ کوش دوز و تبله بمونده انال لینگ به دست اینا ملق چکر میدن که تا صاحب همون لینگ پیدا کنم که بفهمم همی کش مالکینه پس داستان از این قرار بوده دیگه همی ایته بوده خب فهمید ها بالاخره پس این موضوع لینگ کوش چی رقم بوده 2 ساعت ما به شما شلغم ریزه میکنم نه 1 ساعت ما میگم آخیرا میگی لیلی زنی بودی یا مردی خب میگم همی خوشومه که ما لکه نبودیم بالی پیشکش می پیر مدر ما بدادم بر اینا خب به خیال مینا با هم سر دست همی طبق بشته بیدن خدا میفرد طبق کردن چینگ لیلی چه قدشتن تل بری قدشتن دیگه معلوم نیه 2 زن قراری کرده دل جمع میای بخونه پولا کار پیدا میکنه بر میداره پولا کار پیدا میکنه گیلک نامموش بیا میده بیدن پیر مدر و خودی و خورای بیدن مشترام و که برن کلک همی مجلس بران مربط کنم این لکه به سرا داخل میشه نمیته علا کوره 2 زن که قراری کنده این لکه نمیبینه به سپاخو گم میکنه هم دیگه جا پیدا نکرده به خیالم گیرو رفته و من داخل بلن تابیلا دمی هم که ماست بیریشه بلر بغل میفته ادوم رو پلا میته بلر غرزده میای به پی 2 زن که ادوم رو پلا غرزده میای به پی سرغی شده بیده یاد کش برار من بتا بلر جا میمونه الان دیگه گیلک پیدا کرد گیلک بیا ما در سرام با قدرت کشیده بابا بلر گم شده بداریم بلر برای افتاده بلر قب میزنه با گفتم نخوابش گیلک محق سر تو خراب تو مدام هم میته بم میترگونی و نی گردن ما بند باشه به سرا رفتم بلر ای را میرم
قراری کرده با گیلک همیت ای بری بر را پیار خور برد و معامله بالاخره همیت ولی فعلا من دستی دیوی ببینی چی کار میشه. پس ایته بوده خصوص برو محل سهی برای من نگفت بود یک چیز دیگه اول روزه نداری تو کجی بمیجه بینی های ای به دادگاه خود و خرید و چیز به منار خیلی خوش داره میگه خیلی خوشمزیه بدام بریو میخرو. خب بسیار خوب پیار باشی که زنده باشه قربان شما. گفتی من از این افطار بری طرف خبر نیستم پیار باشی قربان شما. بخیر باشی. بخیر باشی به 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 سلام خوبی بخیر پیار خوشحالم بخیری یعنی واقعا شما پیار بچه علارزاده همین پیش از پا شما بچه شما کجی رو دیدم از او پرسان کردم گفتم چی دقیقا بود امی موضوع گم شدن پولا خسور تو قصه کرد داریم و یک چیز دیگه برای گفتم واقعا امی سکه این پولا شما عطا دل بزیر مسلمان نداده بودین ایسا شما پولا بدیم ایسا به کجا بوده که دوست بیاور داره پولا رو ببره یک چیزی بگم لالا گل نصیب همی تو بوده بفهمیدی بیچاره خیلی گشتم خدایی و گیرم نفتاد دیگه همین رقم اصلا سعی کنیم هر کس باید به میخونه که میره فکر کنه که این پولی که داره چیزی که داره به یک جای بگذاره که باز زمین جو بره ور داره اینا که هستم بزن لینچا میگذارم از فرشا میگذارم دیگه هر کس بود خبرداری بود بیام وردش باز معامله یک لک ریپه بوده معامله 2000 3000 5000 نبود یک لک ریپه پول آدم به جای میگذاره که بالاخره جای امن باشه که گم نشه بازمون لک کردن که مسلمان داده بودیم شما بری از کو حتما به دختر خود اجازه باره چیزی میده دیگه انا که این پولا گم شده اشته دیگه اجازه باره بده مگه دست خیلی دختر خورده کنه ما چیز ساخته نیه دیگه ما همین چیزی که بود ببردیم برای اینا تحویل کردیم بدادیم دیگه بیشتر از هم دیگه شما که حق شما بود که بدادین دیگه پول پیشکش اینا خلاص کردین شانس تالی رو بگم السلام علیکم نورالله اشتنی اشتنی بخیر خوبی بخیر سلامت لالا اشتنی بله بخیر سلامت جان جور خب با اجازه فعلا ما رفتم چیکار باشیم لالا بخیر باشه خدا نگهدار شما کجا بودی لالا تو کجا بودی برو هیچ لالا من سر خو میگم خب پس تو مسی تا سر بگیری مثلا برات چی مسی بگیری برات تا سر امیت لالا نانی میگفت تکبر داره می بیدار نگاه کو اگه سیمرغ بود بچینک بیار که برای افطار خب دالیا دوره خور گوا برفتی نگاه بکردی که سیمرغ داره یا نداره بر کنی لالا دیگه ویدئویی بره یک چیز ما تو بگم برو ها تو هم مغز فکر نمیکنی که همون گواهی که ما همونجا داریم مگاره به شکم رسیدگی کنی ها برفتی رسیدگی میشه لالا دیگه اشتر رسیدگی کنی برای اشتر رسیدگی کنی تو خواه خوش که برفتی ورشتی بیاوردی بنداختونی پیش گواه یعنی تو فکر کنه از صبح تا حال روزه داشتی صحیح شوم میری به خونه مادر تو میذاره پیش تو میذاره میاره نون خوشکار میگذاره میگه بگی اینا رو بخورد یعنی تو میتونی با نون خوشکار زندگی خود شکم خسر کنی نه نمیتونی نه پس فکر از اینم بکن که همون گواه ایوان که از صبح تا شام به سر نگوری نمیکنی حداقل چنگ علف ببری پیش از اونا بندازی که پوخا خوشکا بندازونی لالا خب صبح علف انداختم پوخه هم بود علف هم بود دیگه گواه خیاست داره که علف و پوخه خودی هم قطی میکنم پیش نمیندازم اما علفا رو میچینه پوخه وزیر پایین پرته نگاه کن تو به من یاد نده عباس ما خود میفهمم تو اگه تو یک چنگ علف به طعم و خور گواه انداخته بودی من سر خوش میتراشم خیر لالا حواس من نبوده برو خوب کردم برو که ما که علف بده رو بیا پیش ما گواه حالا که میرن که سیمرغ بچینم برو سیمرغ بچین بیا چنگ علف هم پیش گواه بندازه بفهمیدی که چی گفتم با سلنگری نکنی بگوشی کنی خب برای شما خلاص ای خفته سحرگاه برخیز بگو تو الله ای خفته سحرگاه برخیز بگو تو الله هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگو تو الله عباس انجور باشه گله اشتنی جانجوره یار هستی خیره پیدا نشد پیدا بیا چیکار شد دیگه آخر چیکار میشه آخر از این داستان چیکار میشه دیگه امیر با پا خوکم برو دیگه میگم شو کسی خو نگردون که بعده پرتو دیگه برات کار خود دیگه چرا چند روز میگردی پیدا نشد حالا پیدا میشه دیگه نه خب ما بگم باجی تو هم بیا ما میگردم چیه دیگه میگردی چیکار کنی تو خب ما میگم تو با پا خوک سکل امغت پا تو میشه زد بفشیدیم تو خجالت بکش دیگه ما بله جو چیکار تو سر دومات خود تو نداری چی
از میگه کش و پخ مکش و پخ چیکار شه؟ سلام علیکم مندن عواشی خیریاتی جوری زنده باشی. ایلا چیکار یا عقل کمال چی؟ نداری. کنی بابا عباس چی میگم از عقل کمال؟ باباجی تو میگن چیز میگم لنگ و پا خو کشه کنشتن امقات پاتونه یعنی ایلا تو هم بیعقلی تو من نمیگم که این دوست من کی گفتم تو دوست اگه من بگم اصلا نمام همین اگری کش نمیبینه پرتای کنه باید کو خو چیکار پرتای که بره دیگه اکثر برای از میپله که واجی پیدا شه چند روز میگه پیدا پیدا نشه نشه سایب میرفشیم اشته میفروشی یک لنگ کش کی میخره سلام ارتکل لنگ یاره گله خصوصی هم هستی خوب تو میت گپ مزه گفت بگین کش و پخ کو دلیل معنی یعنی چی نه ما میگم یعنی مش یک دم مثلا میگم لنگ امقات لنگ همین خسور همین خوشو به تو نگفت که گله اگه کش پرتای ده نه خسکه که شما میگردیم مراد از می هر وقت پشت گوشا خود دیدیم صاحب از اون کش را میبینیم بابا دیگه بابا اون مرتکه وردش بره گوش کنی پلاخ یک جال ده بگذارین خونه خروش کنی نریم بیرون نشین شوا اثر خو هر جمعه شو بیام اثر خو خدا مدار از این دار بدار کنه نالی از گفتم شما بچه خلوص بدار میکنم بیا یک تو خدا مدار تو داره بدار کن کپا گیلا مفلک آخه چی گناه داره دیگه سیر بری سرقی آخه سیکو لاف کنه هم مدار تو پیار تو اثر تو بیته بیاغلایا اگه می پیار من می پولار بیارده و جاد لقای میکنی چری گم میشد ها گیلا شما میته نافمایی هستی نیف نونمی دنیا که شما میخوری زنده بش شما از این دنیا چی خودی خود میبری از این دنیا آه چیزه گردن ما بند باشه دو پا دراستر میبی آلیو انمی دیگه سرم اینجور به یاد تو باشه بفهمیدی بگم آفرین دیگه اصلا به پیار خواهم میگم مدار خو بگرد میگه پهله دین دیگه بس تایم دیر چه انداختین شما لا چی پولا یلا کم شده کنه راه نمی پولا یلا دین بعد از می دوز یلا دین حالا که یالا طرف دیگه که برم نمیدیم بابا میته پرسجو باشیم باکو پیدا شه خدا بری حقامی به خطور به دل دنیا خار نکنه پیلامار بیامده ببردی به خیر خوشی خیر ببینی عجبونی خوب بیامدی پیلامار ببردی بس هر سفره میشینم خبر نرد او گرفتی که اون دعا میگه بگو به خیر خوشی خیر برای نکنی نه اگر بیترین گپ میگم گیلا کم نمیفهمه اگه عقل کمال میدیشته گله کنه بریم قشارشه من بگو آتیش نسلی بکنم من آخه تو گباقی های دعا میکنی که الهی به خیر خوشی همین پیلامار گوشت سرخ کرده شه به شکم از علم چی توشه به پیلامار ببردی گله جی بریم میته میری الهی بریم بیا بایدونی کلو نجودی گردن تو برگ لنگ تو بایدونی کلون شده باشه چرا ما به خونه مرغا کلان شدم هم رنگ مرغا شدی همین تو نافهمی بکی بریم بفهمیدی خیر عجبونی خود دوست زد ببینیم از این خیر کندیمه بفهمیدی بیا بریم چیه؟ بریم من برتکل به در لنگ صاحب لنگ پیدا کنم صاحب لنگ پیدا کنم باشه برون که شغل بدن کجا میری؟ کجی؟ دیرو من میته برو خوب بابا جا همین شو میای دست تو خسیر بری نافهم همین شو میای همین یک چیز میزی افتری چیزی بیارک بعد نوزبت خوب بیارک با خودت تو خانم جاد نداری خم شکم کتی خود داری شکم بی تو شکم بی هر چی بخوری حالا و دنیا بخوری میگی نخوردم یک پیری من به فیس برسیم از این افتریا با خدا مگه هر هرمونو بخواه ببینی به تعجیمی تا گدارم من باشه به سرکل تو میدانه کردم وای 40 سال دیگه آقاف قیامت نیست همون عمد پودی که بودی همونی راست میگی اوکی به پشتی از من درشتا و برو میزون چه کار میکنی سرگیان؟ جمع کو چه کار میکنی تو؟ بله چه کار میکنی؟ به خود ایزم جمع میکنم تو اشتباه میکنی که به خویزم اشتباه جمع میکنی ایزم جمع کردن نمیتونه که درخت تر کنی این خشکی بود واسه این خشکی مرگ خشکی به سر طور خشک بخوره کجا خشکی به درخت هم و پون کرده این آخی خب تو مادم به خود ایزم جمع میکنم و خشکار اره میکنه اینا رو ما این چه کار کنیم این خشکار همین خشکه که میتونم به طلاق ساعتو که بخوری به درخت خب همینا هم مثل کنه پور از میگ او خاک کرونه دیگه که وسط اون اره چه بیتره اصلا اینا همه خوش که می تو آماده به آتش کردنه البته ما اینا به کار نداریم از ما خور که تو بیامدی عتب باغچی ما بیامدی اینجا ازوم یاره میکنی بخو
و چه کار میشه لالا رمضان؟ همسایه داری به چه روزی گفتم مال خدا به شما بدادم مگذر ایزم داریم یک پشتی به ما نمیدیم ایزم. آخه تو خود کله گنده خوال دهن به روزه ما اکسره بس میکنی خود ما. اگه تو ایزم خشک مستی ایزم خشک نداشتی میامدی به سرا خونه پر از ایزم به تو چنگ ایزم میدادم. درختایی که مثل یک بچه جوان ارزش داره خینا هم پون کرده اینا تو میای اپین اره میکنی درخت نابکار میکنی. همین که شما همسایه با ما صحیح نکردیم نه ایزم دادیم چی ندادیم خب ما مجبور میشیم میام اینا رو بخوره کنیم دیگه. شما اگه همین ایزم دوزی گفته نمیشه چه دوزی گفته تو میراث خود پیار منی که به تو خط دون که من به تو ایزم بدم. ها خب همسایه‌ایم چه کار میشه روزی دست شما به پیش ما گیر میشه برو کاکا به خود همه درخت میندازم برو 4 من ایزم بخر دم برات تو نور تیر میشه از زیر بغلای خر خودی بار خود تیر میشه با پا گپ میرشه ایزم گدایی میریم ایزم رو گدایی میکنه. خب یار دیگر نمیکنه چم کاکا اینا هم نبودی ورد جام کو تنه خود حالا اینا زحمت کشیدیم اینا نمیدیم به ما بیخی باخ پیار خود زحمت کشیدی میگم سرکار چه توریش باشه هم تلویزیون خو میارزه نمیارزه دیگه لالا رمضان میام به شما میگم اگه ایزم به من بدادین خوبه دیگه اره نمیکنم نافهمیه حالا کم ورد آبو برا خوب دل ما به تو میسوزه به خاطر ما روزه دوباره اگر تو به همین چهاردیوالی باغچه یا به درختها یا به تا سرزمینا دیدم شامت هر چی چوب درخت باشه به شما تا هم پیوره میکنم آنه به تو بگفتم خوبه دیگه نمیام میتونم که باز دوباره به من نگی یک دمه که نگفتی خوبه باش خوب شد سر افتاد شدم نه که درختها رو هم پاک میندختی نیو تو بیاگلی هم کنیم لالا رمضان نمی خوشکار عقل داری که بیخی عقل تو اثر کله تو برختامه نویسه که به چی کلونی فقط روده خره اینجا بیار دکور پر کنه ببره با هم که پوش کشتونم با بست اگه اون سر درختا با بندو بیننده‌های عزیز سلام وقت شما بخیر کچکولا برای شادکولا ما برنامه باند گیلک سوژی امروز ما در رابطه به می برادرایی که میرم به ایدی قانه دیگه به خیر خوشی اید نزدیک شده به ایدی میرم به خونه قوما فامیلا بیگانه دوستا رفقا خود چه کار میکنه حالا که رسم و رواج شده دیگه و عنعنات قدیم عمود بره پخشاوه که می آوردم میریختم به کیسه خو انال سفره 20000 25000 به سفره مصرف میکنم برادر که شما دارم جوانار خدا خیر بده میام اینا رو هم به هم میریزم به کیسه خو میکنم به نظر ما و به نظر می برادر فکر کنم که کار خوبی نمیکنم برای جود زمد معرفی شما کی باشین نورگل برای رازگلم یک تنه شهروندان میدیم خب داستان کو بفهمیدیم برار بله خب به نظر شما بعضی جوانا کار خوبی میکنن سفره مثلا منار به هم میریزم همه پاک میخورن بعد از پاک خوردن باز اینا میریزم به کیسی خو کار خوبی میکنن این دعبری چیه برارم این دعبری همین دعبری خوردن برار جو بیننده‌های عزیز میفهمی شاعر چی گفته گفته که ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من شیرینی مفت گردیدی امر به کیسا خوکو نه به کیسا نه کار خوبی میکنن که میخورم منطقه به کیسه کردن اشتباه برارمه من از خود خوب شما بگم من به هر جا که به سر سفرید نمیرم برارمه من تخم و مثلا نخود و کشمیش خوش ندارم میفهم که تخم و نخود و کشمیش با خونه محمد من فقط یک پخشاب دو پخشاب پسته باشه اگه مرتقه پولدار باشه جلغوزه بیاره مثلا فندوقا خوبه باشه بادوما درختی خوبه باشه خدای پوست خلمک تو من پستو هم میخوره برابر تو کمال پوست خل پاک زنده باشی سلامت باشی بله وای 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 همینار برار 3-4 پخشاب از هر کدوم خوش دارم پوج میکنم از اون میوه خوب دیگه من برار واقعا به تو بگم من به قصی نخود کرک و کیشمیش یعنی به کیسه خونه بریزین نه برار بارک الله شما خونی پیار از هر کدوم 4 طرف خو یک دوست پخشابی میخورم از اون خوبا دیگه نیازی نیست یکم واقعا به تو بگم چیزی به سفره نمیمونه که من به کیسه ها خوب زنده باشی برار من سلامت برو دم بخیرات جامه بید میشیسته بیدم برو شده می چپس منار ندیدی اگه نه این نوش جان میکده میاد بلندای عزیز
بیعقل تری دیگه شما به دل خود نگیریم باشه میرین 2 نفر دیگه هم داریم مسئله کنیم نتیجه گپ و مؤخر چی میشه 1 دونه 2 دونه 5 دونه از این میوه ور میداریم پیش میکنیم میخوریم گرسک چای میخوریم تبریک باشه عید شما خداحافظ همراه ما باشید بینندای عزیز نتیجه گپ از او برادر کو نشوندین در کنار برادر دیگه هستین که اینا خود زنده معرفی میشن زنده معرفی شیم چطور مثلا بگیم که کینیم اسم خو اسم من نورگل برادر آقا گل خب از باشندای کجاییم از باشنده سر همین زمینا من میگم من بیعقلیم از من بیعقل تره باشنده سر زمینا خوب بگو باشنده غلی خوب قصه دیگه پانش خلاصه گرم بگو ما روزه چیپس مانا میخوری؟ فکر بشه بعد از افطار خب برار جان ما داستان امروز ما سوجی امروز ما در رابطه به می ماه به می عیده عید هم که نزدیک شد به خیر خوشی بخیر میارم برادرها به سر سفره که 4 تا میوه نوش جان کنم همه به کیسه آخو میکنن یا هر نفر 4 تا پخشاب اصلی میوه که کیلو 1000 روپیه اصلیه رو به کیسه میخورم و به کیسه آخو میکنم به نظر شما این شخصا کار خوبی میکنم یا کار گنده بروش برادر گپ نگرد امیت خوشحالیم که امید به خیر خوشی نزدیک میایه چرا امیت خوشحالم چرا چای نداره با من خونه میرم دیگه کار خو میکنم میوه که هرچی هست به تایم پتوگک جا میکنم میرم مثلا خو من از این رواج ندارم که برم بخوریم دیگه بشم 2 تا تخم 2 تا بادام 2 تا پسته بخورم خزم برو او خدا واسه قوم تایم پتوگک خو میکنم امیت تایم پتوگک خو میکنم مثلا این چیپس مانا جزا لالا کیش مثلا این پتوگک خو اینجا جمع میکنم راه خو میگیرم میرم ایشته مثلا میری نگاه کن میرم خوبه بیننده عزیز ای که بخول ای میگفتون ای خود که لگنده خوی همه تنه چیز خوب ای که بخول از اون نادون تعریبی دک چپ سرم ببرد خیر باش 1 نفر دیگه میبینه خدا کنه که تا این لحظه دیگه دلازار نشده باشیم از این 2 نفر که یکی پتو چپس به پتو که و برابرت کار خوب در کنار برادر عزیز شما اول خود بگیم که شما کینیم لکه شیر آقا برار امیر و من زنده باشه برادر جان قربانی شما لالا جان سوجی امرو ما در رابطه بمی ایده بعضا برادرها مثلا میگم میام به سر سفره اید میشینم هم نوش جان میکنم تمام میوار دست آخرم مثل می چپس مانار که به پتو خونداخ میوار به پتو خو یا به خلیتی لیلون خلیتی سیام میارم که کسی نبینه به نظر شما این شخصا کار خوبی میکنن تو برارمه به این کارا کی آورده تو سر پیاز یا ته پیاز نه من نمیگم تو بگو تو بیکاری که بیای به ماه مبارک رمضان دم عید خاطری نزدیک شده امروز صبح عید میشه تو بیا مدیانه سوالار بکنی که ما به خونه مردم برم به پیش به بخمه بشینم که من هرچی میتونم که میخورم خیره برارام میخورن خیره پیارم میخورن خیره که هرچی هم جاشه به کیساق میکنه تو کاری میکنی که صاحب خونه بیای به هم بخمه بشینه مثل ینگمه که اونا رو من نبرون خودی بری با و ندارم باید جون من داستان شما میپرسم تو اصلا نه تو چی کار داری؟ البته شما میریم به خونه تو پیار تو براره تو میریم به خونه میشینیم هم نیش جان میکنه هم به کیسه خو میکنه ها دیگه برار عید بری چیه؟ نه هم عیدی میه که آدم بره 4 تا شیرینی بخوره دیگه اون مرکه که اونا رو سر سفره خودتونو کرده که پا جمع نکنه 4 تا میمونی میره 2 تایی برداره یک کسی هم که مثلا خوی عادت اینه به کیسه خو مستمه میکنه دیگه گپی نیه چه کار میشه؟ من نمیفهم بلندای عزیز کاکا برو برم کار خود که گردن من گردن تو میشکنم حاضر باشیم برو ببخشیم برو من بگون که پخش نکنم پخش نکنی که بابا من غریبی هم به بخمه بشینم سر سفره میگم می به کیکاق میکنه بلندای عزیز پخش نمیکنیم شما هم که به سر سفره میریم مثل پیار ازی و براره ازی عادت کنیم هم بخوریم هم نوش جان کنیم هم برزیم کیسه خود درسته پخش نکن نه یعنی میگم پخش نکنیم پخش نکنیم آقای فیلمبردار پخش نکنیم بلندای عزیز تا هفته بعد شما بالای پاک نازنین مثل چپس ببردم